خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. دوست گرامی مینا از قم، خیلی ممنون از ایمیل پرمحبتتون و کلیپ جالبی که فرستادین. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه ما هستیم و خیلی امیدوار که باز هم از کمک و پشتیبانی شما برخوردار بشیم. لطفا به همه اونایی هم که از قولشون خسته نباشید گفته بودید سلام های گرم ما رو هم برسونیم و آرزوی موفقیت بکنیم. ابوالفضل اخباری نوشته که تحت حاکمیت آخوندا 3 تا دوره تاریخی رو با هم شاهدیم. اشکانیان اونایی هستن که همش باید عزادار باشن و اشک بریزن، سامانیان دزدای سرگردنه رژیم و اختلاسگرهای میلیاردی که به سر و سامان رسیدند و صفویان اغلب مردم که همیشه در صف هستن. محسن منزوی خیلی ممنونیم بابت همه مطالب خوبی که فرستادی، از اغلبشون هم تو همین برنامه این هفته استفاده کردیم. دوست عزیزم بهرام تراکتور از تبریز، امیدوارم که مشکل پارازیت برطرف شده باشه و صحبت‌های من رو از طریق همین برنامه بشنوی. خیلی خوشحالیم که پشتیبان قدرتمندی مثل تو داریم. مطالبت همیشه خوب و کمک کننده هستن. برات آرزوی موفقیت می‌کنیم. دوست گرامی پوران محمدی شعر زیبایی که فرستادیم دریافت کردیم، به قسمت مربوطه رسوندیم. خیلی ممنونیم و امیدوار که در زمینه طنز هم از کارها و شعرهای خوبتون برخوردار بشیم. نادر از کانادا شعر قشنگ که در مورد یارانه ها به دستمون رسید حتما به شکلی استفاده می‌کنیم. ممنونم از سلیمان رجبزاده به خاطر مطالب جالبی که فرستادی. دوست گرامی رها قطعه اینجا ایران است به دستمون رسید. امیدوارم که باز هم ما رو در جریان کارهای خوبتون قرار بدین. پیام از کرج مطالب و تصاویرت خیلی خوب بودن. فریبرز ممتحن مثل همیشه انتخابت در مورد اشعار و کاریکاتورها و مطالب طنز عالی بود. دوست گرامی شیرین از واشنگتن ممنون بابت مطالبتون و بابت پشتیبانی موثری که از پی کشادی میکنید. علی ایرانی طنز بسیجیهات خیلی قشنگ بود، ببینیم به چه شکلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. علیرضا افشارچی مطالب فوق العاده سودمند رو دریافت کردیم. در مورد ترانه طنز محمد نبودی هم که گفته بودی چشم به خاطر بحث گرونی و اینها دوباره پخش میکنیم.